شماره کارت $1000 رو روی تابلوی زمین نمایش داد و فقط 60 ثانیه به مردم فرصت داد تا خرجش کنن. اما چیزی که اتفاق افتاد حتی خودش رو هم شوکه کرد. پول روی تابلوی نمایش قرار گرفت و تایمر شروع شد. 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه. اما تا ثانیه 35 تقریبا هیچکس خریدی انجام نداده بود. بالاخره یکی تونست $179 رو خرج کنه. نفر بعدی هم $18 رو خرج کرد. نفر سوم هم $159 و بعدی $13. اما یه مشکل وجود داشت. اما قبلش اگه این عکس رو دوست داری لایک کن. بعضیا می‌خواستن یک دفعه مبلغ زیادی خرج کنن ولی تراکنششون رد میشد چون موجودی کارت برای اون خرید کافی نبود و در نهایت فقط $9.74 از $1000 باقی موند. یعنی مردم در کمتر از 60 ثانیه تقریبا کل پول رو خرج کردن. حالا اگه فقط 60 ثانیه فرصت داشتی $1000 رو خرج کنی، اولین چیزی که می‌خریدی چی بود؟ نظرت رو کامنت کن و برای دیدن چالش‌های عجیب و باور نکردنی دنبالم کن.